الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان، بزرگان، جوانان و نوجوانان، خواهر و برادر، همه بینندگان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون رفتن رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا و موضع‌گیری سیدنا ابوبکر صدیق در آن فاجعه بزرگ و مصیبت بزرگ که رحلت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم باشد اشاره مختصری کردیم که ابوبکر صدیق چگونه از او شهامت و دلیری و از او صبر و استقامت و پایداری که خداوند برایش داده به کار میگیرد که همه لطف الهی بود که شامل حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه شده بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همان روزی که از دنیا تشریف میبرند، پس از آنکه صحابه واقعیت وفات رسول خدا را باور نمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم و واقعیت و در حقیقت از دنیا تشریف بردند، انصار در سقیفه بنی ساعده در همان روز، یعنی در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری گرد آمدن تا از میان خود کسی را به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و سلم انتخاب کنند و برگزینند. مهاجرین خبر شدند از این قضیه که انصار چنین تصمیمی دارند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عمر فاروق رضی الله عنه حرکت کردند رو به طرف انصار و خود را رساندن به سقیفه بنی ساعده. در آنجا رفتن دیدن جمع نشسته و روی این پیرامون صحبت دارن. بناهن یکی از انصار استاده میشه و فضائل انصار رو بیان میکنه و بیان میکنه که پیامبر ما نصرت دادیم، پیامبر در قبال انصار چنین گفتن و چنین گفتن و بالاخره نمی شود که حق و حقوق انصار نادیده گرفته شود. حرفها وقتی تمام می شود، از این شخص سیدنا ابوبکر صدیق شروع می کند فضائل انصار که او گفته بود تایید می کند و در حقیقت می گوید که جایگاه انصار جایگاه خاصی هست، ولی باید گفت که مسئله خلافت باید از آن قریش باشد، طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قضیه اشاراتی کردند. وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق صحبت میکنن، در یک طرف حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر قرار دارن و در یک طرف دیگر حضرت ابو عبیده بن جراح. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک دست از حضرت عمر و یک دست از ابو عبیده بن جراح بلند میکنن که از بین این دو یکی را انتخاب کنید به عنوان امیر و به عنوان خلیفه. وقتی که انصار این قضیه رو میبینن و متوجه میشن، شخصی از بین انصار بلند میشه و میگه من فلانی هستم که سرد و گرم روزگار چشیدم و دیدم، بنابراین پیشنهاد میکنم که یکی از انصار و یک نفر از مهاجرین
به عنوان امیر انتخاب شوند، یعنی دو امیر باشه. وقتی این پیشنهاد میده این شخص خب نظر است، نظری و نظر شخصی هست و بالاخره وقتی این نظر داد در بین انصار و مهاجرین سر و صدا برا میفته، گفتگو برا میفته و بالاخره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه من متوجه شدم که شاید این قضیه به نفع امت اسلامی نباشه. متوجه شدم که اگر حال انصار چیزی بگه و مهاجر چیزی بگه، ولی کسانی که میخوان از این قضیه ایر بفهمانن که بین امت اسلامی مهاجر و انصار اختلاف بوده، نبوده. و مجردی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این قضیه رو میبینه، فوراً دست حضرت ابوبکر صدیق رو میگیره و با حضرت ابوبکر صدیق بیعت میکنه و بعد اعلان میکنه که چی کسی حاضر هست با ابوبکر بیعت بکنه؟ همه مهاجر و انصار با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت میکنن. حتی ابوبکر حضرت عمر میفرمایه که چی کسی از ابوبکر بالاتر میابه؟ انصار اشاره میکنن که ما هرگز ادعا نمیکنیم که کسی مقامش از مقام سیدنا ابوبکر صدیق بالاتره. پس وقتی که حضرت عمر با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت میکنن، مهاجر و انصار آمده با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت میکنن و هیچ حرف در میان پیدا نمیشه و این بیعت در سقیفه بنی ساعده به وجود می آید. بعدن حضرت ابوبکر صدیق شروع میکنن فضائل انصار رو میگن، فضائل مهاجرین رو میگن و جریانی که بالاخره که خلافت باید از آن قریش باشه، این مسائل بیان میشه و آیات رو میخوانن که در شأن مهاجرین گفته شده مع الصادقین اولئک هم الصادقون و در شأن انصار گفته شده اولئک هم المفلحون. این آیات بالاخره حضرت ابوبکر صدیق میخوانن. و اما این باید گفت که حضرت ابوبکر و حضرت عمر نسبت به خلافت هر دو بی رغبت بودن، هر دو خلافت رو نمیخواستن. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پیشنهاد به خلافت میکنن، حضرت عمر میفرمایند که در عمر یگان جمله‌ای که از ابوبکر برای من خوشایند نبود همین جمله‌ای بود که ای باید خلیفه بشه. ببینید حضرت عمر رضی الله عنه پیشنهاد میکند که ابوبکر خلیفه باشد، حضرت ابوبکر پیشنهاد میکند که عمر باشد. پس حضرت ابوبکر و حضرت عمر در مسئله خلافت و نسبت به خلافت بی رغبت بودن، عاشق خلافت نبودن. اگر اینها عاشق خلافت می بودن هر کدام بعد از خود اولاد داشتن در جای خود می نشاندن و خلافت منحصر به خود و خاندان خود می کردن. پس بناهن این حرف هایی که دشمنان اسلام میارن در خور امت اسلامی میدن که خلافت و بالاخره اینها به زور گرفتن و بالاخره غصب کردن، همه چیزهایی است که امروز ازهر من الشمس برای کسی که ذره عقل داشته باشه و خودخوان باشه و کتب مطالعه کنه میبینه که این شخصیت هایی بودن که قدمی برمی داشتن به خاطر خدا، اگر در همی میدادن به خاطر خدا و خلاصه حرفی میزدن به خاطر خدا. نکته‌ای که در اینجا اشاره کنم موضع حضرت علی و زبیر رضی الله عنهما در قبال خلافت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق و حضرت زبیر ابن عوام اینها چرا تأخیر کردن نسبت به بیعت با ابوبکر صدیق؟ اولا تأخیر اینا چقدر بود و چگونه بود؟ روایاتی که درباره تأخیر بیعت علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام رضی الله عنهما نقل شده که اینها دوست نداشتن با ابوبکر بیعت کنن، اینها قطعا صحت ندارد، صحیح نیست. اینها چیزهای ساخته شده و بالاخره پرداخته دشمنان دین و دشمنان اسلام آمدن هر کدام مسائل مطرح کردن.
اما روایت صحیح اینه که زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف میبرن، حضرت علی و حضرت زبیر رضی الله عنهما اینها و با بعضی دیگر از مهاجرین اینها مصروف و تدارکات غسل و کفن و آمادگی به خاک سپاری رسول الله صلی الله علیه و سلم. مگر همه رسول الله صلی الله علیه و سلم رها میکردن و میرفتن؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه با این جمعی که میمانن با اینها گفته میشه که ما میریم که بین امت اسلامی شگافی ایجاد نشه، شما مصروف غسل و کفن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. در روز دوشنبه حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت زبیر ابن عوام مصروف غسل و کفن بودن و روز سه‌شنبه حضرت علی ابن ابی طالب میآین با حضرت ابوبکر صدیق بیعت میکنن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسجد خطبه میخوانن، پرسان میکنن که کجاست زبیر ابن عوام؟ میگن همین جاست. وقتی که میگن آیا چرا تأخیر میکنه، میخواد بین امت اسلامی شگاف ایجاد بشه و میای زبیر ابن عوام بیعت میکنه. حتی در بعضی از سیره و تاریخ به روایات می آوره که سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هنگامی که صدای بیعت نمودن شنیدن از خانه بسیار با هیجان بیرون شدن. فقط یک ردای به اطراف مبارک بود، آمدن به مسجد، دست با دست ابوبکر صدیق گذاشتن، با سیدنا ابوبکر صدیق بیعت نمودن. نه تنها که بین حضرت علی و ابوبکر مشکلی نبود، حالا وقتی که حضرت ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه انتخاب میشن، حضرت علی چی وظیفه دارن؟ وظیفه حضرت علی کرم الله وجهه چی هست؟ حضرت علی به عنوان مشاور و هم مشاور ارشد در کنار سیدنا ابوبکر صدیق قرار دارن. روزی حضرت ابوبکر صدیق بر منبر بلند میشن و استاده میشن و فرمودن اگر کسی از شما پشیمان است که با من بیعت نموده، برخیزه و بیعتش را پس بگیره. خب متوجه باش بیننده عزیز، حضرت ابوبکر صدیق بر منبر بلند میشن و میگن هر کس با من بیعت کرده و از این بیعت خود پشیمانه، بیعت را پس بگیره. چندین مرتبه حضرت ابوبکر صدیق با صحابه و با بزرگان اینها مشورت کردن که شما کس دیگری را انتخاب بکنید. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق چنین حرف میگن، علی ابن ابی طالب استاده میشن. علی ابن ابی طالب چی میگن؟ وقتی با این فرموده ابوبکر صدیق که کسی با من بیعت کرده و اگر نمیخواهد بیعت خیش را پس بگیرد، با جمع صحابه علی ابن ابی طالب استاده میشود. چی میگوید حضرت علی کرم الله وجهه؟ انشاءالله بعد از یک میان برنامه قول حضرت علی را بیان خواهیم کرد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. هنگامی که بندگانم از تو درباره من سؤال کنند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم. بنابراین باید بندگانم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه خود را بیابند و به مقصد برسند. وصال حق، منبر توحید و حقیقت.
مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که در منبر بلند میشن و چنین اشاره میکنن که اگر کسی با من بیعت کرده و از این بیعت خود صرف نظر میکنه، برخیز بیعتش را پس بگیره. حضرت علی کرم الله وجهه بلند میشن که در حالی که شمشیر در کمر بسته هست، شجاعت و غیرت و مردانگی علی ابن ابی طالب هست، بلند میشن در حالی که میاین نزدیک منبر ابوبکر صدیق، یک پا بر منبر میگذارن، یک پا پایین منبر هست، همه متوجه میسازن و بعد میگن که به خدا سوگن، والله قسم که ما بر تو نمیشوریم، بر تو حرکت نمی کنیم و تو را کنار نمیزنیم. تو کسی هستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را برای نماز جلو کردن، در مسائل دین ما رسول الله تو را انتخاب کردن، چگونه ما در مسئله دنیا تو را انتخاب نکنیم؟ و بعد میفرمایند پس چی کسی به خود جرأت و جسارت میدهد که تو را کنار بزند و استاده بشود و بیعت خود را پس بگیرد؟ ببینید بین علی ابن ابی طالب و صدیق اکبر چی محبتی، چی صمیمیتی. علی ابن ابی طالب استاده می شود که مبادا کسی دیگری از بین برخیزه و حرفی بزنه که بین امت اسلامی مشکل ایجاد بشه. علی ابن ابی طالب استاده می شود، اظهار محبت می کند، اظهار دوستی می کند. پس حضرت علی کرم الله وجهه با صدیق اکبر بیعت نمودن. بر علاوه که بیعت نمودن، مشاور ارشد و نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق بودن. ببینید زمانی که سیدنا ابوبکر صدیق حرکت میکنن که جنگ با مرتدین بود، اسب خود را سوار میشن که در اون منطقه‌ای که مرتدین بودن، سیدنا ابوبکر صدیق گفتن خودم میرم در صحنه جنگ و مبارزه و اینها. وقتی اسب خود سوار میشن سیدنا ابوبکر صدیق که حرکت کنن، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میاین او افسار و یا مهار اسب را میگیرن. کجا میخوای بری؟ ای ابوبکر کجا میخوای بری؟ ابوبکر صدیق میخوام برم با مرتدین بجنگم. الله اکبر، الله اکبر. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میگن من اجازه نمیدم، برای تو مناسب نیست. اولا در مسیر راه دشمن در کمین هست، دوم صحنه جنگ هست، امروز ما سخت به تو نیاز داریم. علی ابن ابی طالب مانع رفتن سیدنا ابوبکر صدیق در صحنه جنگ می شود. یک لحظه بیننده عزیز فکر بکن، اگر بین علی ابن ابی طالب و ابوبکر صدیق کوچکترین مشکلی می بود و بیعت علی ابن ابی طالب ظاهرا می بود، یعنی در دل خود علی ابن ابی طالب چیزی می داشت، بغض می داشت نسبت به ابوبکر صدیق، فرصت خوبی بود. بر علاوه که مانع نمی شد تشویق هم می کرد، بر علاوه که تشویق می کرد فرصت خوبی بود. به تعقیبش کس دیگر را هم می انداخت که هنوز کار را ختم می کرد و از نعوذ بالله از جنجال ابوبکر فارغ می شد. ولی ببینید علی ابن ابی طالب مانع می شود، میگه راه خطره، دشمن در کمینه، من اجازه نمیدهم که ابوبکر تو از مدینه بیرون بشی. ببینیم بعد از فوت سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که از دنیا میرن، محمد ابن ابی بکر علی ابن ابی طالب مثل فرزند خود سرپرستی میکنه، مثل فرزند خود. محمد ابن ابی بکر بعد از فوت ابوبکر صدیق در آغوش علی ابن ابی طالب بزرگ میشه. حضرت علی کرم الله وجهه فرزند خود را به نام ابوبکر صدیق نامگذاری میکنه.
نمیدانم این دست ها از کجا آمده. این قلمی که آمده دشمنی ابوبکر و علی نوشته چگونه قلمی بوده؟ به راستی که دست یهودیته، دست دشمنه. آمده بین امت اسلامی و عده‌ای از مسلمان ها متوجه بالاخره این قضیه نشدن که بین ابوبکر و علی چی محبتی چی دوستی. عده‌ای از مسلمان ها فریب داده و رفتن عقیده باطله و خرافات قبول کردن و آمدن بغض و کینه و عداوت و دشمنی نسبت به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. یارانی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شن تعریف و توصیف این یاران داره. شخصیت ابوبکر صدیق، شخصیت عمر فاروق، شخصیت عثمان ذی النورین، شخصیت علی ابن ابی طالب و سایر الصحابه و اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین. لحظه فکر بکنیم، این تاریخ هست. علی ابن ابی طالب ابوبکر صدیق اجازه نمیدهد که مبادا به تو ضرری برسه. بعد از فوت ابوبکر صدیق، فرزند ابوبکر صدیق مثل فرزند خود، مثل جیگرگوشه خود از او سرپرستی میکنه. و بعد از این که ابوبکر علی ابن ابی طالب یکی از فرزندان خود را اسمش را میگذاره ابوبکر. اگر کسی با کسی دشمن باشه اسم دشمن خود را روی فرزند خود میگذاره که هر لحظه نام دشمن را بشنوه. اگر کسی با کسی دشمن باشه فرزند دشمن را میاره مثل فرزند خود او سرپرستی میکنه. اگر کسی با کسی دشمن باشه آیا وقتی دشمنش بخواه با مشکلات روبرو بشه او اجازه نمیده که طرف مشکلات، نمیگذاره که دشمنش نابود بشه؟ عزیز من، خواهر و برادر، الله سبحانه و تعالی برای هر انسانی بزرگترین نعمت عقله. بزرگترین نعمت عقله که انسان فکر کنه، بیاندیشه و لحظات نگاه کنه که ما به چی راهی میرم. ما اگر همه دوست ابوبکر و عمر و عثمان و علی بشیم بری از اونا هیچ بی‌تفاوته. اگر اونا به نزد الله قرب دارن، منزلت دارن، جایگاه دارن، اگر تمام دنیا با ابوبکر صدیق دشمن بشه ذره از قرب و منزلت و او جایگاهی که ابوبکر صدیق به نزد الله داره کاسته نمیشه. اگر تمام دنیا با علی ابن ابی طالب دشمن بشه، همه دنیا علی ابن ابی طالب رد کنن، دشمنی کنن، از مقام و منزلت علی ابن ابی طالب چیزی کاسته نمیشه. فکر نکنید وقت که ما با علی ابن ابی طالب با ابوبکر صدیق دشمن بشیم شاید به اونها ضرری برسه دوست بشیم بالاخره. نه، دوستی و دشمنی به خود ما ارتباط داره. با دوستان خدا اگر دوست شدیم الله شما رو دوست میگیره. با دوستان خدا اگر دشمنی ورزیدیم الله سبحانه و تعالی با شما دشمنه. من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. کسی با دوستان الله دشمنی کنه گویا که با الله اعلان جنگ کرده، الله با او می جنگه. چون الله سبحانه و تعالی دوستان خود دوست داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا چنان مقامی دارن که نه خوفی، نه ترسی، نه حزنی بر اونها دست نمیده. دوستان خدا کیاین؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، آنهایی که ایمان آوردن و از خدا ترسیدن. در رأس دوستان خدا بعد از انبیا علیهم السلام صحابه پیامبر، رأس صحابه پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اهل بیت و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین. خداوند از همه اظهار رضایت کرده. پس بناهن این موضع‌گیری یا موضع سیدنا علی ابن ابی طالب بیعت با سیدنا ابوبکر صدیق بود که حضرت علی بسیار به خوشحالی، بسیار به
رغبت کامل میآیند با ابوبکر صدیق بیعت میکنن، ولی تأخیری که حضرت علی کرده بودن مشکلی نبود، مصروف بودن به غسل و کفن و به مسائل تجهیزات و تکفین و اینها، به خاک سپاری رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین بعد از بیعت با عنوان مشاور، با عنوان دوست، با عنوان کسی که نزدیکترین کس به سیدنا ابوبکر صدیق علی ابن ابی طالب بودن. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که کمی بخوانیم، مطالعه کنیم محبت اهل بیت با صحابه چگونه بوده، ارتباطات سیدنا ابوبکر صدیق با اهل بیت چگونه بوده، ارتباطات صحابه با اهل بیت چگونه بوده. اینها مسائل است که تنها اکتفا به شنیدن نکنید، حرکت بکنید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، جستجو کنید. تنها به شنیدن مشکل حل نمی شود و تنها به این که ما بشنویم از زبان یک شخص، این شنیدن ها بوده که خیلی از انسان ها از راه بیراه شدن. بناهن تحقیق، مطالعه، جستجو، بررسی و بردارید کتب و سیره تاریخ را، ببینید جایگاه، فضیلت و عظمت و بزرگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم را. خدای تبارک و تعالی بر همه ما توفیق خواندن، توفیق مطالعه کردن، توفیق واقع بینانه را الله برای ما عنایت بفرمایه. واقعیت را ببینیم، واقعیت را. هیچ وقت دین اسلام و این شخصیت هایی که ما میگیم، اینا شخصیت هایی نیستن که انسان برخور زحمت بده اینا رو بشناسه. نه خیر، اینها شخصیت هایی هستند که بدون زحمت انسان اینها را میشناسه. سیره اینها، زندگی نامه اینها با لسان های مختلف، اولا در قرآن عظیم الشان تعریف صحابه، تعریف اهل بیت، جایگاه صحابه، جایگاه اهل بیت، جایگاه خلفای راشدین، بعدا در سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، در سیره جستجو کنیم، تحقیق کنیم، مطالعه کنیم. اینها که شناختیم دین خود را میشناسیم، دین خود را میشناسیم. امروز سیدنا ابوبکر صدیق به پیشگاه مسلمان ها دارای چی عظمتی، چی بزرگی، چی مقامی هست. این مقام را خداوند به ابوبکر داده، به عمر داده، به عثمان داده، به علی داده رضوان الله علیهم اجمعین. خدای تبارک و تعالی ما را پیرو واقعی اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله بگرداند. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.